سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. قبل از اینکه غزل کوتاه عاشقانه خدمت شما تقدیم کنم 2 سلام محضر شما برسونم. آخرین باری که خدمت شما توفیق داشتم شعر خواندم دخترم 2 ماهش بود و الان 15 سالشه. ماشاءالله. سلام رسون خدمت شما. یعنی اینقدر فاصله شده؟ بله. 15 سال. زنده باشید. عرضم به محضر شما سلام دوم 2 از سربازهای دم در خیابان کشوردوست گفتن حتما به شما سلام برسونم، انجام وظیفه کردم. به هر سهشون از قول من سلام برسونید. دومی ها رو ممکنه نبینم، اگر به دیدیدشون چشم. سلام برسونید. دخترتون هم به شما سلام. طول عمر بده. انشالله موفق باشید. عاشقانه خدمت شما بله بفرمایید. رفت و غزلم چشم به راهش نگران شد، دلشوره ما بود دلارام جهان شد. در اول آسایشمان سقف فرو ریخت، هنگام ثمر دادنمان بود خزان شد. زخمی به گل کهنه ما کاشت خداوند، اینجا که رسیدیم همان زخم دهان شد. آنگاه همان زخم همان کوره کوچک شد قله یک آه مسیر فوران شد. خیلی خوب. با ما که نمکگیر غزل بود چنین کرد، با خلق ندانیم چه ها کرد و چنان شد. گفتی دلارام جهان شد که دیگه. با ما که نمکگیر غزل بود چنین کرد، با خلق ندانیم چه ها کرد و چنان شد. ما حسرت و چنان یا چسان؟ من چنان نوشته بودم، شما بالاخره چنان خیلی جواب نمیده. چسان البته قشنگ نیست اما بله معناش درستره. حالا میل خود. خب بله، اینم یه سوالیه که چیکار کرد. بله. با ما که نمکگیر غزل بود چنین کرد، با خلق ندانیم چه ها کرد و چسان شد. ما حسرت و دلتنگی و تنهایی عشقیم، یعقوب پسر دید زلیخا که جوان شد. جان را به تمنای لبش بردم و نگرفت، گفتم بستان بوسه بده گفت گران شد. یک عمر به سودای لبش سوختم و آه، روزی که لب آورد ببوسم رمضان شد. با هر که نوشتیم چه ها کرد به ما، گفت مصداق همان وای به حال دگران شد. خیلی خوب خیلی خوب. اون گران شد رو در واقع گران شده. گفتیم گران شده. برقرار باشید. خیلی خوب. انشالله موفق باشید. زنده باشید.